درود، چطورید آقا؟ از وقتی که آرکین فصل سیزن 2 اومده تنها چیزی که دلم میخواد اینه که شبیه کرکترشون باشن. تنها راهی که میتونیم خودمون رو شبیهشون بکنیم عمل جراحیه، برای که با میکاپ خودمون رو شبیه یکی از کرکترهای آرکین کنیم. یه برنامه‌ای هست، عکس تو براش میفرستی، تو رو تبدیل به کرکتر آرکین میکنه و من فرستادم عکسمو، اینو بهم تحویل داد و از اونجایی که میمیک صورتم یه ذره کشیده است و اینا، پس کرکترهایی که صورتشون کشیده است رو باید انتخاب کنیم. از اونجایی که کیتلین رو خیلی خودم دوست دارم، میخوام یه ذره کانتورهای صورت اونو انجام بدم. بیشتر کرکترهای آرکین اصلا چشمای این رنگی ندارن، مثلا میخوام لنز بذاریم که یه ذره شبیهشون باشیم. ببینم اصلا مشخصه که چیزی گذاشتم. آره یکم مشخصه. اوکی لنزا رو گذاشتم، نمیدونم زیاد مشخصه یا نه، ولی میخوام یکم از این میزنیم. رنگش به پوستم نمیاد. شت. میبینین چقدر نارنجیم کرد؟ خوب شد از این نخریدم، میخواستم بخرم. اصلا رنگش به پوستم نمیاد و you're done. خب یکم از این میزنیم. من در حال استفاده کردن وسایل دوستم. You're done. این گابرینیه رنگش بیشتر به پوستم میاد. میزنم اینجا، یکم هم اینجا. تو واقعیتم پوستم انقدر خوب بود. من اصلا دلم نمیخواد پیشونیم هیچی بزنم، یعنی هر موقعی که من مثلا باید چه میدونم یه چیز رو پیشونیم بزنم، حتی دلم نمیخواد که مرطوب کننده بزنم به پیشونیم. در این حد قهرم با این قسمت. نمیدونم چرا شما این شکلین؟ اصلا چرا باید یک آدم این شکلی باشه؟ به نظرتون اول از جای تیره شروع کنیم یا جای روشن؟ شکلم من در حال استفاده کردن وسایل دوستم. چرا دماغی که میخوام درست کنم واسه خودم، بذاریم ببینم میتونم با یک کدوم از این براشا این کار رو انجام بدم. کاش آینه داشتم. We got Victoria's Secret. نظرتون چیه من کانسیلر بزنم چشممو؟ به خاطر اینکه میترسم برینم توش و دیگه نتونم کانسیلر استفاده کنم. این قسمت ابرومو، یعنی این بالای پلکم که وصل میشه به ابرومو تیره کنم. یه چیز دیگه که تو کرکترهای آرکین خیلی مشخصه اینه که فاصله بین دوتا ابروشون خیلی کمه. یه که مثلا فاصله داره، فاصله این وسط که استخون تیغه بینیه خیلی کمه، مخصوصا برای کیتلین. و این دهنه چشم منو سرویس کرد. بذار برم درش بیارم. اصلا قرمز قرمزه. رفتم شستمش و دوباره گذاشتمش. داشت واقعا کورم میکرد به من. واقعی داشتم کور میشدم. آقا من یه چیز پیدا کردم اینجا، نمیدونم چیه. بوی خوبی هم نمیدونم، فکرم فاسد شد. این چیه الان اینجا کشیدی پدر سگ؟ این چیز، این روشه بچه ها، چون داره خوش میشه. نمیدونم چی. تو خدا روش نباش هرچی که هستی. نوز دراپ. قسمت 358 با ونزیگو. خیلی سخته. کمک. تو دماغم مونده. من نمیدونم باید چیکار کنم. مشکلی که ما داریم اینه که پایین دماغمون کلا از بین رفت، در صورتی که پایین دماغ کیتلین خیلی تیره تره نسبت به این عکسی که دارم نگاه میکنم. بازم نمیدونم چیکار کنم. تیره ترین رنگو برمیدارم، یکم هم با این قهوه بالا قاطی میکنم. Hi, how are you? What's your name? I'm a stupid bitch. چی شد که تصمیم گرفتم؟ وای. آقا من اینطور نمیتونم، باید برم عکس رو نگاه کنم و اینو انجام بدم. یه لحظه صبر کنید. نمیتونم از شر این سیاهی خلاص شم. نمیدونم باید چی کار کنم. کمک. اتفاقی که افتاده اینه که دماغم اصلا بلند نمیشه و نمیدونم باید چی کارش کنم.
برم پاکش کنم دوباره بیام. دلت میاد نزدیک نگاه کنین. این چیه؟ چاره‌ای ندارم با پاکش کنم. انقدر زشت و کریهه و فکر کنم که رژ لب زدم به دماغم، اصلا نمیشه درستش کرد. من برم آخرین تلاشم واسه کانتور کردن دماغم شبیه کیتلین انجام بدم و بیام. بفهم این سر خیلی بهتره. فقط همینو گرفتم و اینطوری کشیدم و میخوام با دست بلندش کنم. به نظرم خیلی بهتر شد. چیزی که هست اینه که این قسمت به پایین رو من باید تیره کنم و تا اینجاها تیرگی داره، یعنی صورتشون. خب من این قسمتم کانتور میزنم. این چیزی که فکر میکردم واقعا سخت داره، واقعا خیلی سخته. از همین یکم اینجا میزنم. خب یکم داریم نزدیک میشیم به چیزی که میخوایم. این سایه لعنتی انقدر پیگمنتده دهن من سرویس کرد. این نمیره، رفته توی وجودم. چرا؟ این چی بود من زدم مثلا؟ میخوام چشما رو اوکی کنم. از اونجایی که توی عکسم مشخص بود خط چشم برای من کشیده بود، حالا عکسش هم اینجا باز میذارم نگاه کنید. و یه سایه‌ای هم داشتم دیگه، به همون نسبت که چشما بزرگتره تو آرکین پیش میره و میخوام یکم چشما بزرگتر کنم. این چقدر بده، با این چی میزنن اصلا نمیدونم دارم چه گوهی میخورم تو زندگی. یعنی انقدر تو زندگیم تا حالا نمیدونستم دارم چه گوهی میخورم. چی؟ یعنی نمیدونم که دارم چی؟ از این پودر صورتی میاد، ولی کاش میتونستم اینو بزنم به چشم. اگه قرار همه رو بشونم میتونم اینم بزنم به چشم. من یکم رنگ تیره تر برداشتم. این قسمت چشمم میخوام بزنم. آها دیدین چیو یادم رفت؟ اینو یادم رفت که من این قسمت رو هم باید بکشم. آفرین، تا جایی که میتونی سیاه شو. یکم بهتر نشد به نظرتون؟ این قسمت که تیره تره توی کرکتر رو برای من خیلی جالبه. نگاه کنید خیلی باحاله که این تیکه تیره است. امضای کارش اینه که این مدلی هن همشون. خب دوستان من الان باید برم این قسمت زیری چشمم تیره بکنم و همه جای صورتم میخوره، نمیدونم چرا. خب من این تیکه رو کشیدم با یه برش تخت، سرتخت. این تیکه رو کشیدم. حالا یکم میخوام فیدش کنم. میذارم توی قهوه‌ای روشن‌تر و اینا رو یکم تو هم دیگه بلند میکنم. نگاه کردم دیدم که کلن از این قسمت تا اینجا چشمشون سیاهه و حتی این قسمت پایینم مشکی چشمشون. خب بچه من یه مدادی پیدا کردم این شکلی و با این براش سر تخته زدم سر این و سعی کردم که یکم پشت چشممو سیاه کنم، اما اونقدر که دلم میخواد سیاه نیست و یه ذرم از این سرمه زدم. تا حالا نزدم، نمیدونم اصلا چطوری استفادهش کنم. این پودرشه تمام، ولی میبینی خیلی کم رنگه. بکنم اشتباه دارم، قطعا دارم اشتباه استفادهش میکنم، ولی خب چیز دیگه ای دم دستم نیست الان. قسمت پایینی چشمم این تیکه و این تیکه مشکیه. ببین یه سایه مشکی اینجا وای زلیخا شدم. چون من دارم همه تلاشم میکنم برای شبیه شدن به این کرکتر، اما کرکتر دلش نمیخواد که من شبیهش بشم. یه چیز دیگه که راجع به چشم‌ها فهمیدم اینه که این قسمت تیره است اینطوری، خب، و این لاین این وسط هست. این فقط سفیده که قرار آخر سر اونا رو من با این و کانسیلر سفید کنم. پس بریم که یکم من تیره تر بکنم این قسمت ها رو. توی ویدیو خیلی کم رنگه ولی از نزدیک واقعا پر رنگن اینا.
بچه من رفتم نگاه کردم، کانتورش یه همچین فرمیه و چونش هم یه همچین چیزیه. من این قسمت رو اینطوری و این قسمت رو اینطوری یکم اینجا و اینجا، جایی که قرار بود سفید کنم، یعنی این قسمت اینجا همه رو کانسیلر زدم. احساس می‌کنم شبیه یکی از کاراکترهای اسکول آرکین شدم، ولی خب ورژن آرکین ای آی من فریکلز هم داشتم، یعنی چی میگن بهش، فارسی بلد نیستم، اسمش یادم رفته، ککمک. یه کار دیگه که میخوام بکنم خیلی رو مخمه، دلم میخواد که این یه تیکه یه چشمم هست که سفید شده یهو، دلم میخواد که یه ذره زیرش رو تیره تر بکنم. اینجا رو Mais ma meilleure ennemie c'est toi. Fuis-moi. سفید شو پدر سر، کلش در اومد. حالا که این مالیده شد به دستم میتونم ازش بزنم اینجا. اوه. حالا بچه الان زنگ میزنم به هلیا ببینم که کی میرسه که ببینیم ریاکشنش چیه. الان حالا هلیا خوشگل شدی. ببین از این فاصله که من اینجام دماغم احساس کنم بزرگتر از قبل. از اینجا خوبه تو دوربین نگاه میکنم دماغم انگار جولاین، یادم رفت درست کنم برای خودم جولاین. وای خسته شدم واقعا. برم یه لباسی پیدا کنم بپوشم یکم بیشتر شبیهش باشم، یه ذرم ککمک بذارم و بیام. هلیا داره میاد. این میکاپ منه، میخوام برم ببینم که ریاکشنش چیه. فکر نکنم ریاکشن خاصی داشته باشه. تو بگه خونم مهمون داریم. منظور چیه؟ سپرایز شدم. برو بابا. شکلات آوردم. اصلا نفهمید چی؟ بچه بهتون گفتم ریاکشن خاصی نداره.